سلام علیکم، امیدوارم حالتون خوب باشه. چه خبر بچه واقعا دلم ازتون تنگ شده بود بعد از 4 روز که ویدیو نداشته بودم و قرار از این بعد هفته 2 تا کلیپ، یعنی 2 تا ویدیو بزنم. پس خواهشم ما رو حمایت کنید، لایک، کامنت، سابسکرایبتون نره، عاشقتونم. بچه قرار این ویدیو تامنه این ویدیو دیدید که از این چالشایی که تو یوتیوب میدن، این یا اون، قرار از اون چالشا بریم دوره تکلیفتون و خواهشم ما رو سابسکرایب کنید. بریم سراغ اولین چالش. پس ما رو حمایت کنید با قلب، لایک، کامنت، هر چیزی بخواد بذارید. پس بدون منطقه let's go. بچه پس بریم سراغ اولین چالش. دور تکلیفتون میگردم. خب بچه چالش اول که دارید تصویر میبینید چالش پرسپولیس استقلال. خب بچه قرار از این بعد یکی از این انتخاب کنید و تو کامنت ها بگید آقا مثلا چالش یک مثلا من این انتخاب میکنم، تو کامنت ها بگید. خب پس بریم بچه بریم. خب پرسپولیس استقلال واقعا سخته، ولی من بچگی پرسپولیسی بودم، پس من اون پرسپولیس انتخاب کنم چون پرسپولیس تیم واقعا با اصالت. استقلال هم هست ولی استقلال اگه داور نباشه اینا چیش در نمیاد. آره اگه داور نباشه چی از این استقلال در نمیاد. خب بس بریم سراغ چالش دوم. خب چالش دوم که بله. چالش دوممون نوشابه یا دوغ. همین تصویر نگاه کنید، نوشابه یا دوغ. خب این هم سخته حاجی دقت کردید بچه ها، هر چی مثلا ضرر داشته باشه برای شما اونو مثلا بیشتر جذاب میشه. مثلا میگی سیگار ضرر داره، مثلا همه سیگاری، مثلا میاد آقا مواد ضرر داره، میبینی همه اکثر مواد میکشن قول اینا، و میبینی نوشابه ضرر داره ولی همه نوشابه رو انتخاب میکنن. ولی من انتخاب گزینه منم نوشابه است. کامنت ها بگید بچه کدوم انتخاب کنید، چالش دو، نوشابه یا دو، تو کامنت ها بگید. واقعا هم سخته چالش دو یا نوشابه. آره سخته اینم ولی نوشابه. خب بس بریم. دو هم آولیه، آره آولی هم هست، آولی، ولی باز نوشابه. پس بریم چالش سوم. وای چالش سوم چه چالشی هم هست. بابا بابا صفا باشه بچه. چالش سوم فست فود یا کباب. هر جفتش واقعا سخته بچه. فست فود یا کباب. حاجی من واقعا نمیدونم چی بگم. اینو باید میشه گزینه آخر شما بگید. اینو باید اینطوری کردم. چالش هم اینم سخته، فست فود یا کباب. ولی شما بگید بچه کدوم انتخاب میکنید، فست فود یا کباب. حاجی ما فست فود به نظر کباب خوبه، ولی پیتزا یه چیزی هست. پیتزا ساندویچ به نظر من حاجی سخته. این سخته، واقعا سخته. به نظر من پیتزا، فست فود دیگه سخته. به من درسا نزدیک بشه به هم، ولی همون فست فود. خب چالش چهارم. بابا چالش چهارممون جنگل یا دریا. ببین آدم جفتشو مثلا دوست داره، مثلا جنگل دوست داره مثلا بری جوش بزنی، دریا دوست داره شنا کنی، هر جفته توی لیمن خودش گاله. ولی اگه بخوای انتخاب کنی جنگل یا مثلا تهرانی، اکثرا دریا انتخاب میکنن چون جنگل توی تهران هست، ولی جنگل شما یه چیز دیگه است. آجی دریا به نظر من کامنت ها بگید بچه ها کدوم انتخاب میکنید، دریا یا جنگل. خب پس بچه بریم چالش 5. بچه ها چالش 5 قهوه یا چای. حاجی این هم سخته، واقعا این هم سخته. چالش قهوه، ولی ما ایرانی تو دمای 50 درجه هم چای میخوریم، پس چای به نظر من همون اول انتخاب میشه. به نظر منم آره دیگه چای. آره چای. تو
کامنت ها بگید بچه. مثلا چالش شماره 5 کدوم انتخاب کنید، چای یا قهوه؟ خب از چالش شماره 6. اوه حاجی میخوام سخت ترین چالش باشه. سخت ترین چالش رونالدو یا مسی؟ واقعا گزینه سختیه. نمیدونم این انتخاب کنم اون انتخاب کنم، ولی برای من اینو یه سر تمام کنیم. رونالدو یک استعداد نداره، واقعا رونالدو استعداد نیست. رونالدو تلاشه، اراده. یعنی رونالدو مساوی اراده و تلاش بداری، یکی رویا که ذهنش بود تبدیل شد به اون. ولی مسی استعداد خالصه، واقعا دارم میگم. مسی رونالدو، واقعا رونالدو از نظر تلاش استعداد 100 حساب کنیم مسی، ولی رونالدو عشق. چالش هفتم. مثلا چالش هفتم از این قراره ما بگیم آقا چیه و شما بگید آقا تو کامنت ها بگید. قراره من جواب اینو بگم، قراره شما بگید تو کامنت ها بگید. چالش هفتم، علم یا ثروت؟ واقعا یک پروسه عجیبیه، هر جفتش واقعا خوبه ولی مشخصه کدوم بهتره دیگه. دورتون بگردم. ولی این هم میدم تو انتخاب خودتون. این نه این که نه اون یا این، ثروت یا علم. بچه امیدوارم از این کلیپ خوشتون اومده باشه. خیلی چاکریم و خواهشاً ما رو حمایت کنید، لایک، کامنت، سابسکرایب نره، عاشقتونم. پس تو کامنت ها بگید دیگه علم یا ثروت. خیلی چاکریم.